خدا شاولی محمدی هستم، رئیس سازمان SFC و یه تشکری از استادانی عزیز میکنم که تشریف آوری کردن. حضور اینا افتخار ما هست و دیگر همچنان فایترهای عزیز و قهرمانای عزیز خیلی خوش آمدی بهتون میگم. خب دوستان عزیز، ما میخوام پیام‌های فایترهای عزیزمون رو بشنویم که چی پیامی در مسابقات داخل قفس با هم دیگه داشته باشن. آقای محمد صابر احمدی از شما در مقابل آقای عبدالله نصیری چی گفتنی دارید داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام و عرض ادب تقدیم تمام فایترها عزیز و همچنان استادان محترم و یک تشکری خاص از رئیس سازمان استاد شاولی محمدی و همچنان استاد کریم کریمی و همچنان استادان دیگر بزرگوار. و ما این دوره آمادگی خاصی گرفتیم برای حریفم و گفتنی خاصی ندارم. هر کی زحمت بیشتر کشیده باشه انشالله نتیجه شاید داخل قفس میبینیم. خب جناب آقای عبدالله ناصری شما چی گفتنی دارید برای حریفم؟ سلام بر دوستان عزیز. پیام چیه؟ چی کار می‌خواید؟ چه عکس عملی آمبولانس می‌خواید براش؟ چی می‌خواید براش حاضر کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله آمادگی خاص گرفتم برای مسابقه برای هدفم. انشاءالله در سرعت تشکر میکنم. یعنی شما کدوم گفتنی براش ندارین؟ هیچی چیکار میکنید؟ دستش میشکنه، پاشو میشکنه، چیکار میخواید بکنید؟ مقصد چیه بود؟ این خیلی گردن کلفت میگه من میتونم کوزو پکل اینو در قفس بمالم. انشاءالله منم آمادگیش گرفتم ببینم. خب آقای صابر احمدی میگه من آمادگی خاص دارم که هیچ کاری نمیتونه برای من بکنه. والا ما با حریفای بازی کردیم، شاید بعضی از استادامون بعضی از فایترها عزیزمون شاید باشه بازی ها منو دیده و منم انشالله نشانش میدم در اینکه ما کی هستم. خب خیلی خوب، آفرین، تشکر بازیتون. خب آقای مصطفی محمدی در مقابل محمد امین ابراهیمی. آقای مصطفی محمدی چی گفتنی دارید در مورد آقا؟ سلام و وقت شما بخیر. سلام وقت شما بخیر. من حریفم در هر لحاظ حساب کنی از من هم وزنش 12 کیلو بیشتره، ولی من این مبارزه رو تایید کردم. گفتم به امید خدا من میذارمش. ببین نه با 12 کیلو هم بیشتر باشی ولی من داخل رنگ نشونت میدم. یعنی غیرت زور یعنی چی؟ حالا شما آقای محمد ابراهیمی، امین ابراهیمی شما چی گفتنی دارید درباره مصطفی محمدی؟ با عرض سلام و ادب و احترام به همه اساتید و فایترهای محترم. اینکه تنها جوابی که بهتون میدم انشاءالله کیج اینجا جوابتون میدم هرچی که کیج داریم. آقای مصطفی محمدی این آقا میخواد تو گیش بهت نشون بده که دنیا چه خبره. منم یه هفته از سلام زحمت میکشم که داخل رنگ نشونت بدم امید خدا. حالا عیبی نداره، قطعا داخل رنگ معلوم میشه هر کی زحمت بیشتر کشیده باشه برنده اونه، ولی چی عیبی نداره. منم منتظرم اون روزا که به داخل قفس نشونت بدم. خیلی خوب. چی میگفتی؟ بگو من کردستان آمدی بالا میخوایی اینجا کوزه بکر بماله. ولی فکر نکنم با اجازه ما هم این که خودشون میگه یا دارم زحمت میکشم، زحمت که همه دارن زحمت میکشم به قول ما خودش جوابه، لازم نیست اصلا کسی جواب. خیلی دیگه گفتنی نداری آقا مصطفی محمدی براش؟ من گفتنی همینه دیگه، به امید خدا داخل قفس فردا شب معلوم میشه دیگه. خب خود تنکیه بهت نشون میدم انشالله. آقای ابراهیمی گفتنی دیگه نداره برای خب بریم سراغ آقای عارفی غنی‌زاده در مقابل میرزا جاندلی. عارف غنی‌زاده چی پیامی دارید داشت؟ سلام علیکم.
سلام بر تمام فایترهای عزیز که اینجا تشریف آوردن. انشالله که هر که زحمت بیشتر کشیده باشه انشالله مسابقه رو میبرن. گفتنی همی است که ما 6 سال میشه در ایران مهاجرت میکنم و از کردستان آمدم، از افغانستان آمدیم، 25 روز راه کردیم. انشالله که بردنی هستم میبرم و خواست خدا باشه. آقای میرزا جاندلی چی گفتنی داری برای عرب غنیزاده؟ خیلی غرغر میکنه، حواست باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام خدمت تمامی اساتید عزیز و فایترهای محترم. مرسی که ما رو دعوت کردید و اینکه هر کی تلاشی که کرده به اندازه همون پاداش میگیره. خب آقای غنیزاده کدوم گفتنی نداری دیگه؟ گفتنی خاصی ندارم. انشالله باز داخلی رینگ انشالله نتیجهش میگیریم بخیر. انشالله. آقای جاندلی شما گفتنی نداری؟ والا ما هم از کردستان نیومدیم، از دوستان خوزستان اومدیم. انشالله فردا میشه. خب جا به جا میشیم. دوستانی که سخنرانی کردن میتونن جا به جا. شما دیگه آقای عیسی پنشیری بیا صندلی اول.